تصور کنید بعد از سالها وارد شهری میشوید که همه در حال رقابتن. یکی دنبال پوله، یکی دنبال قدرت، یکی دنبال اثبات خودش. حالا در همین شهر مردی زندگی میکند که ساده، صادق و مهربان است. او دروغ نمیگوید، بازی نمیکند و هیچ کس را فریب نمیدهد. فکر میکنید مردم با او چی کار میکنند؟ تحسینش میکنند؟ نه، به او میگویند ابله. این مرد پرنسلو مشکین است، شخصیت اصلی رمان ابله اثر داستایوسکی. او سالها به خاطر بیماری در خارج از روسیه زندگی کرده و حالا به کشورش برمیگرده. اما برگشتن او شروع به دنیایی است که با چیزی که خودش هست کاملا تضاد داره. جامعه‌ای که واردش می‌شود پر از روابط پیچیده، قضاوت‌های سنگین، عشق‌های آتشین و جاه‌طلبی‌های خطرناک است. در این دنیا آدم‌ها بیشتر از اینکه خوب باشند سعی می‌کنند برنده باشند و درست وسط این فضا مشکین قرار دارد. کسی که به جای بازی کردن حقیقت را می‌گوید و به جای منفعت مهربانی می‌کند. اما مشکل اینجاست، هرچه مشکین بیشتر وارد زندگی آدم‌ها می‌شود، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. او درگیر روابط عاطفی سختی می‌شود، مخصوصا با شخصیت‌هایی مثل ناستازیا و اوکالیا که هر کدام نماد نوعی عشق، درد و آشفتگی هستند. اینجا دیگر داستان فقط درباره یک مرد مهربان نیست، بلکه درباره برخورد پاکی با جهان پیچیده انسان هاست. مشکین می‌خواهد همه را نجات دهد، اما کم کم خودش هم در این دنیای پرتنش آسیب می‌بیند. داستایوسکی در کتاب ابله یه سوال خیلی مهم می‌پرسه: آیا انسان کاملا خوب در دنیای واقعی می‌تواند دوام بیاورد؟ یا اینکه جامعه‌ای که بر اساس قدرت، رقابت و ظاهر ساخته شده، هیچ جایی برای صداقت و مهربانی ندارد؟ نکته جالب اینجاست که داستایوسکی عمدن می‌خواست یک انسان کاملا خوب بسازد، اما نتیجه چیزی می‌شود که هم زیباست هم تلخ. کتاب ابله فقط یک داستان نیست، یه سوال بزرگ است درباره انسان، اخلاق و جامعه. شاید سوال اصلی این نباشد که چرا به مشکین گفتند ابله. شاید سوال این باشه که چرا ما در برابر خوبی واقعی اینقدر ناآرام می‌شویم. حالا به نظر شما، اگه پرنس مشکین امروز هم کنار ما زندگی میکرد، بازم به اون میگفتن ابله؟ نظرتون رو برامون بنویسین.